از طرف دیگه ما در کمیته مرکزی هم نفوذ پیدا کردیم. در بوروی سیاسی در کمیته مرکزی از تعداد اعضا که لیست گرفته بودن دیگه از نصف بیشترش ارتباطی ما بود. در بوروی سیاسی خاص که تعداد بسیار 10-15 نفر بودن، در اون تقریبا نصف بود. یه چیز با ما بود چه نام داشت؟ وزیر خارجه نه مزدکش کاویانی محتاط در رأسشان محتاط دیگه کیست؟ همین امیار کلشان بود. اینان نجیب هر باری که میخواست یک پروگرام جور کنه دیگه ما قبلا بشیدیم همین جنرال ها را به وام گفتیم، وام به این جنرال احوال کردن که تسلیم بشی. وام درست متحری کرد از شمالش شد دیگه هم شدیم کنار دیگه شمال سر متحری نه و این سر منصبه آماده شدن به کودتا که ما کودتا اینجا ما تحلیل کردیم که این کودتا را امروی سر منصبه کودتا کنه دیگه از افغانستان همه مسئله و یک دفعه یک جانبه قدرت برای ما احزاب مختلف اقوام مختلف ولایت در ولایت قضیه و قضیه و مسئله ما میریم به وضعی که قضیه را ختم کنیم برای یک جنگ کنیم به این کار نکنیم این کار نکنیم بهترین گفیست که تحول ایجاد کنیم مگر یک تحول آرام یک تحول آرام ایجاد کنیم که نجیب برن مجاهدین بیاید یک تحول آرام که همه به سهم داشته باشه تحول ایجاد کنیم که بریم دیگه طرف کاری سیاسی نمیزن ما هم کاری چهار رژیم سابق رو بگیریم بکشیم به یک سال رالی کار و جدا تصمیم آنیزه که در کابل داخل بشه امیجا فیصله در کابل داخل بشه این برادرها قلب بودن که نیزی قدرت یک جایی هستیم بریم قدرت رو میگیریم بعد دگاره دارم من میگفتم که ما قدرت یک دفعه گرفتیم دگاره دعوت کنیم همه شیر آزم میداشت چرا هر ولایت یک دفعه تسلیم شروع میشه این تانک این ادارات همه چور میشه این کار را نکنیم حالا اگر چه سر رهبرها به هیچ عنوان اعتماد نباشه مگم دیگه مرجع نیست بهتر است که با خود از یاد تفاهم برسیم یک دور حکومت محقق بعد انتخابات بکنیم فیصله ما همین باشه و تحول بدون خودریزی تحول بدون خودریزی میریم طرفی تحول ما هم در کابل داخل نمیشیم سر منصبه هم قطعش در دستیش نجیب وادار رو بکنیم دوباره ما تا دروازه کابل بریم استاپ بشیم نجیب میریم که تسلیم شیم بعد رهبرها رو میگیم که قدرت به توافق برسیم یک دور حکومت موقت این کار تطبیق تا شور خوردن ما سالنگ گرفتیم چاریکار گرفتیم بدون از اینکه یک نفر کشته شد بگرام گرفتیم بسم الله خان بگرام گرفت بدون از اینکه یک نفر کشته شد فرقه چه گرفتیم فرقه دور گرفتیم پای اساسی را پای هوایی قوی دیگه در دست ما همه پیارا چیز رژیم یک بار نیم بار وزیر خارجه آمد که بیاقه حکومت مشترک جور کنیم قبول نکنیم که نکردیم باز وزیر خارجه چی نام داشت؟ وکیل احمد آمد دیگه نمیتونه تشوکی 6 دستای خود بالا کرد 3 دفعه تسلیم ها دیگه این خدا به شما گفته که مبارک بگردانه دیگه ما تسلیم شما میخواهیم مگر سرنوشت ما را کنیم ایزا باز برادران محکم شدن بیا که خود مایزان ما گفتیم کاری خانه نکنیم اقوام مختلف تنظیم‌های مختلف کشورهای مختلف بهتر گپ است که پای خود این رهبرها رو بکشانیم که خودریزی نشه